نتوانی میکوچی. در حقیقت؟ در حقیقت جانم. خرسند باشیم بس. مکان مهم نیست. همینطور نی؟ بیا. باز در اینجا تر نشویم. درخت استراحت رو پیدا کردیم. برای همین با آب تبریک میکنند. قادر، برای خاطری از هم دیگر دور نشدن از ادنا به استانبول کوچیدم. اما تو خیلی کم نما هستی. تو چطور زود به استانبول عادت کردی؟ عادت نکردم ایبا. نتوانستم. آدمان اینجا عجیبند. هیچ کس چنانه که به نظر میرسد آنگونه نیست. هر وقتی که شخصی را این آدمی خوب است با این صحبت کنی، دوستی کنی میشود گویم حتما از پسش یک نیرنگی پیدا میشود. تو برای چی این خیلی میگی؟ من نفهمیدم. به خدا که من هم نفهمیدم. اگر میفهمیدم به تو هم میفهموندم. ولی صد افسوس. صبح بخیر. با دختر زیبای من قهوه از من. این را محکم میکنی و زود به مغازه رفته سمبوسه میاری. اعتراض قبول نیست. زود باش، کنی زودتر باش. من 2 دانه میخواهم. زودتر باش، انتظار هستم. زودتر باش. ساعت 11 در این مکان بخوریم. دوستم تنجی است. رنگی رویت پرید. هیچ گپ نیست. از دیشب باز چه خبرهای مخفی داری؟ هیچ گپ نیست. بخیر باشه. ساعت 11 در این مکان بخوریم. میلش خوب. ای جوان ها. آمینه. لبای یگان خوش داشتید جنابی کمال. باری دیگر به افلاسی های سوزن شریک شوی. تو را میرانم. نفهمیدم جناب. تو خوب فهمیدی. آن شب بغیر از تو کسی نبود که صورت گیرد. باری دیگر چون این رفتارت را نبینم. اگر سوزن تهدید کند هم این کارت را نکن. من میخواهم که به کارگرانم باور کنم. ریزا و تو از این خانه نان میخورید. مرا مجبور نکنید که یگان کاری بد کنم. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. امیدوارم. خدایا من چیکار میکنم؟ مادر چی شد؟ تنجی است؟ خوبم تنجی است. بهوده نگاه نکن. این رو به جایش گذار. بگیر. خوب شده است. یلدا این چیست؟ به من جواب ده. این چیست؟ صورت مادر. میدانم که صورت است. دخترم عقلت رو به کار درآور. آیا این کار امکان پذیر است؟
برای چی مادر؟ من حق دوست داشتن ندارم. من عاشق شدن نمیتونم. مگر برایم من کرده شده است. دختری زیبای من، آخر گفته های تو با قادر نمیشوند. چرا نمیشود؟ برای اون که او به شما پسند نیست؟ یلدا، قادر به من پسند باشد چی نباشد چی؟ اکنون او ایپک چی است؟ آیا تو با او برابر هستی؟ باز تو خودت به من میگفتی که مادر تو خود رو ایپک چی میشماری؟ تو کارگری آنها خش و تبارش رو نیستی میگفتی. چی شد؟ اینقدر بر وقت فراموش کردی؟ قادر دیگر است، با دیگر ایپکچی ها مانند نیست. مانند میشود دخترم، وای هم مانند میشود. او به حیات نو شروع کرده است، بعضا دشواری میکشد، اما انسان به بایگری و راحت زود عادت میکند دخترم. اگر عادت کند دیگر هیچ نمیخواهد که روزهای گذشتهش را به یاد بیارد. دخترم گوش کن، قادر به تو برابر نیست. آن جوان به تو تن و عذاب میدهد، به من باور کن. دختری زیبای من، آهوچه من، با آغوشم بیا. خوش آمدی اکا. بیو. چی حال داری؟ گرسنه نیستی؟ اگر گرسنه باشی من رفته یگان چیز تیار میکنم. من یک دو چیزی خوردنی آوردم، تنها چای دم کن بس است. خوب شد است، دم میکنم. از تو سخت خواطر شدم نیلگون. طریق تلفن نخواستم که صحبت کنم، خواستم روبرو با تو گپ زنم. نیلگون، وای با محافظ صحبت کردی؟ گفته‌هایم درست بوده است؟ محافظ رو یک سو گذاره کرد. 2 روزی غم و غصه برایم کفایه است، اهمیت نده. خوب، تو خودت میدانی. بین این پارچه ها پنیر مونده آب کرده بیارم نمیشود؟ انا همین خیل با مزه‌تر میشود. میشود، میکنونیم. من یک به حاجتخانه روم، وضعیت متشنج است. فهمو، انا با اون طرف. فهمو. خوش آمدی. با آمینه صحبت کردم. مین بعد برای تو شغالی نمی کند. از تو هم التماس می کنم آن زن را برای اجرای کارهای ناخوشت مجبور نکن. نفهمیدم. من باید همان وقت می فهمیدم. من از یگو چیز خبر ندارم کمال. خبر نداری؟ در آن نصف شب وقتی که تو کوشش کردی مرا ببوسی، تصادفاً آمینه مرا صورت گرفت. همین خیلی با این نیرنگ های کودکانت مناسبتی من و نیلگون را ویران کردن نمیتوان. از این کار دست کش. التماس بس کن. الو جناب کمال، به فکرم شما باید به خانه‌تان روید. چه ها میگویی؟ تو کیستی؟ خانم نیلگون به شما احتیاج دارند کمال باید. شما باید زود به خانه روید، زود، وگرنه دیر می شود. خوب هستید؟ خانم نیلگون، این لفافه را به نزد در گذاشتند. این چی است؟ نمیدونم. تشکر زیاد. این مشکلی هم حل می شود.